سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه هستم و بعد از 3 سال تجربه تو گرافیک هنرستان اومدم اینجا راجع به چیزایی صحبت بکنم که قبل از ورود به این رشته و مخصوصا هنرستان باید بدونید اینکه گرافیک چیه، نقاشی، طراحی، عکاسیه، آینده شغلیش چیه، آینده تحصیلیش چیه، آیا مال بچه پولداراست، آیا گرافیک آسونه، سخته، استعداد باید توش داشته باشم، اگه چیزی بلد نباشم چطور، ادامه تحصیلش چجوریه توی مقاطع بالاتر، فرق فنی حرفه‌ای با کاردانش چیه و کلی چیز دیگه که لازمه از گرافیک بدونید. جواب به سوال اینکه گرافیک چیه. ببینید بچه‌ها، توضیح تئوریشو بخوام بدم، گرافیک میشه انتقال پیام و اهدافی که لازمه از طریق عناصر بصری مثل چی؟ مثل شکل‌ها، مثل رنگ‌ها، مثل عکس‌ها، تصاویر. اینا چیزایی که فردی که گرافیک میخونه ازشون کمک میگیره که یک پیام، یک رنگ، یک چیزی که لازمه به ما بگه رو آقا با این چیزا به ما بگه، بدون اینکه صحبت بکنه، بدون اینکه از کلمات و گفتاری استفاده بکنه، اینجوری با ما ارتباط برقرار میکنه کسی که گرافیک خونده. مثلا چی؟ یه مثال خوبی بخوام براتون بزنم، مثلا تصور کنید یه شرکت میخواد یه محصولی رو به ما معرفی بکنه، نمیدونه چجوری باید این کارو بکنه، میگه ای فردی که گرافیک خوانده ای بیا و با هنرت به من کمک کن. حالا هنرش چیه کسی که گرافیک خونده؟ مثلا میگه خب برای اینکه شرکت تو یه برند بشه و تو خاص باشی، من برات یه لوگو میزنم که به جای اینکه صحبت بکنی بگی مثلا من یه برند لباسم، یه شرکت لباسم، من یه لوگویی برای تو طراحی میکنم با ایده، خلاقیت و هنرم که هر کسی که این لوگو رو ببینه بفهمه که این شرکت توئه، لباس توئه، سبک توئه و با توجه به سلیقه اون آدم برای خودش، برندش و هویتش میاد یه لوگو طراحی میکنه. اینه کسب کارا. یا مثلا یه شرکت دیگه، بالفرض تصور کنید مزمز میاد میگه من میخوام یه نوع پفک رو آقا، یه نوع محصول رو ارائه بدم به بازار، میگه ای فردی که گرافیک خوانده بیا و با هنرت به من کمک کن. چه کمکی میتونم؟ کسی که گرافیک خونده میاد با توجه به هنر و استعدادش و خلاقیتش رنگ‌ها، ترکیب بندی‌ها و چیزایی که لازمه توی یک محصول، توی یک پفک رو یه جوری چیدمان بکنه و یه کاراکترهای بامزه، یه رنگ‌ها، یه چیزایی توش به کار ببره که وقتی که مشتری اونو توی قفس‌های مغازه می‌بینه جذبش بشه. دیدین مثلا پفک‌ها مثلا هست، هله هوله‌ها که میریم مغازه می‌بینیم میگه چقدر خوشگلش و باحاله، می‌خری، بعد که می‌خوری اینقدر چرت مزه‌اش، اصلا میگه این چی بود، پولامو ریختم تو چاه. کار گرافیست همینه بچه‌ها، کلاهبردارن گرافیستا. آدم‌ها رو گول میزنن با هنرشون، جذب مشتری میکنن که شرکت‌ها درآمدشون بره بالا و توی بیزینس‌ها خیلی نقش پررنگی دارن. یا حتی توی مثلا چیزای فرهنگی هنری یک گرافیست چجوری بفهمونه به مشتری به آدما، به مخاطبین که این فیلم بالفرض که داره پخش میشه یا تیزر این فیلم، پوستر این فیلم، آقا این فیلم ترسناکه، با هنرش، با استعدادش، با رنگ شناسی که خونده میاد از رنگ‌های ترسناک توی اون پوستر استفاده میکنه و به بیننده این پیامو منتقل میکنه که این پوستر یک پوستر فیلم ترسناکه، این پوستر یه فیلم طنز بالفرض. و این هنر گرافیست، بدون اینکه صحبتی بکنه میاد و چیزایی که لازم ما بدونیم و هنرمندانه به ما منتقل میکنه و باعث جذب ما میشه. اوکی، کاری که خلاقانه است و خیلی گسترده است. این چیزایی که من گفتم کوچکترین چیزا بود. توی طراحی بسته‌بندی‌ها ما گرافیک رو می‌بینیم، توی طراحی بازی‌ها، کاراکترها، انیمیشن‌ها، توی تصویرسازی کتاب داستان‌ها، رمان‌ها، توی تیزرهای تبلیغاتی. دیدین مثلا یه سری تیزرهای تبلیغاتی وقتی که میخوان یه برند و یه اسم برند رو مثلا بنویسن، یه حالت افکتایی که دارن میان داخل صفحه، چه میدونم مثلا یه کاراکتری میاد، همین میمون چیتوس که معروفه، یهو سوار موتور میشه، وارد میشه. این میمون چیتوز، اون حرکت دادنش بهش میگن موشن گرافیک. اولا گرافیستش، حالا اون کسی که طراحی کاراکترش رو انجام داده، اومده اینو متحرک کرده، یه گرافیک متحرک محسوب میشه. و دیدین خیلی وقتا مثلا من حتی دیدم بابام جذب این تبلیغایی میشه که کارتونیان و عوضش نمیکنه، میشه تبلیغای بین فیلم‌ها رو میبینه. این هنر کسیه که گرافیک خونده، خیلی باحاله. چون گرافیک نقاشی نیست، گرافیک عکاسی نیست. اینکه یه سری فکر می‌کنن گرافیک نقاشیه یا گرافیک عکاسیه، به خاطر اینه که
توی رشته گرافیک، توی مقاطع تحصیلی گرافیک با بچه‌ها عکاسی کار میشه، چون اینا مبانی گرافیکن. اینا چیه؟ در واقع ابزارایی ان که فردی که گرافیک میخونه باید تو کوله ابزارش اینا رو داشته باشه که اگر دلش خواست و عشقش کشید آقا یه جایی بره یه عکس با کیفیت خودش با سواد خودش بگیره و نخواد مثلا بگرده تو اینترنت دنبال یه عکس با کیفیت باشه، خودش با اینا رو بلد باشه، بخشی از رشتهشه. یا مثلا میره با متریال‌های مختلفی مثل رنگ روغن، گواش، پاستل این چیزا کار میکنه، یا حتی ممکنه یه جاهایی روی بوم کار بکنه. به این معنی نیست که نقاشه. یعنی به کسی که گرافیک میخونه بگید نقاش، انگار دارید بهش توهین میکنید. مراقب باشید. پس اولین خط قرمز گرافیک نقاشی نیست، گرافیک عکاسی نیست، بلکه اینا ابزارهایی هستند که به علم گرافیک برای ارائه ایده هایش کمک میکنند. ببین بچه‌ها، از این لحاظ که باید استعداد داشته باشید، اگر داشته باشید خوبه. اگر یه توانایی توی طراحی دارید یا یه کلاسی رفتید به دردتون میخوره دیگه، آماده تر میشید. ولی لازم نیست نگران باشید اگر هیچی هم بلد نیستید، تا حالا هیچ کاری نکردی ولی فکر میکنی این رشته رو دوست داری، آره موفق میشی. من خودم جزو کسایی بودم که طراحیم همیشه خوب بود، ولی وقتی وارد این رشته شدم اوایل شل کردم و دیدم آدمایی که هیچ استعداد و هیچ توانایی اصلا نداشتن چقدر با تلاششون قشنگ تونستن اون توانایی رو به دست بیارن و حتی از من خیلی خیلی بهتر بشن. پس نگران نباشید. ولی حالا هنرستان چجوریه، گرافیک چجوریه؟ ببین بچه‌ها، هنرستان اصلا آسون نیست. کلا همه رشته‌های هنر سختن. اگر این ذهنیت رو دارید که هنرستان آسونه، اشتباهه. اگر فکر می‌کنید از درس‌های نظری خسته اید و می‌خواید برید سمت هنرستان که قبول شید، نمره بیاید فرار کنید و این چیزا، نه، واقعیت اینطوری نیست. هنرستان و شکست می‌خورید. متاسفانه بچه‌هایی داشتیم که به این منظور اومدن و سال 11 رشته‌شون رو عوض کردن و از هنرستان رفتن، چون که واقعاً شوخی بردار نیست. پروژه ها زیادن، بچه‌ها و معلم‌ها کاملاً جدیان. بلخص اگر وارد هنرستانی بشید که هنرستان خوبی باشه، لطفاً اگر هدفتون اینه که توی هنر یک کسی بشید و دوست دارید رشته‌تون رو، به هنرستان و کیفیتش توجه کنید. هنرستان‌های فنی زیادی هستن که خوبن، هنرستان‌های فنی زیادی هم هستن که مسخره بازیان. خب و با بچه‌ها جدی کار نمی‌کنن. دبیرای خوبی باید داشته باشن، به اینا توجه بکنید. هنرستان ما خدا رو شکر خیلی خوب بود و همه بچه‌ها عالی بودن، با استعداد قوی، و توی کلاس فقط یه نفر بود که واقعا مثلا کار نمی‌آورد یا ضعیف بود. همه فضا رقابتی و کارهای عالی ارائه میدادن. خب و پروژه ها سنگینن. گرافیک سخته، بله سخته. گرافیک همه رشته‌های هنر سختن. هنر قبل از اینکه واردش بشم من خودم اینطوری بودم که خب دوستش دارم، قراره خیلی خوش بگذره و واقعا هم خوش میگذره. واقعا هم هنر جزء درسایی که با عشقه و چون که با عشق سر و کار داره، در کنار اون سختی هاش تو در نهایت از زیبایی کارت، از چیزی که دوستش داشتی لذت میبری. سخته ولی در کنارش یه موزیک گوش میدی. سخته ولی ایده‌هات و چیزی که از قلبت، از روحت، از وجود تو داره میاد و اجرا میکنی و با اون خلاقیتت کیف میکنی. یکی دیگه از توانایی‌های دیگه‌ای که توی این رشته باید داشته باشید و باید بدونید اینه که بچه‌ها باید خلاق باشید. گرافیک کاملا با خلاقیت سر و کار داره. دهم و 11 از شما خلاقیت خیلی نمیخوان و بیشتر کار تکنیکی و دستیه، ولی باید سال 12 که اصل گرافیک همین هست خلاق باشید. نوآوری ازتون میخوان. میگه پوستر بزن، لوگو بزن، نمیتونی همش کار کپی کنی. حتی اگه از این معلم هم قبول کنن این چیزها رو، شما وقتی وارد بازار کار بشی در آینده یا حتی دانشگاه حتما به مشکل میخوری و خودت هم از خودت راضی نخواهی بود و مطمئنم کسی دلش نمیخواد همچین زندگی داشته باشه و خیلی سخت میشه کارتون اگر خلاق نباشید. یعنی چی خلاقیت؟ یعنی که ببین اصلا آدمی هستی که اهل چیتان پیتان، زیبایی و کارهای عجیب و نو باشی. بچه‌های گرافیک عشقشون اینه که چیزایی که تو مغزشون میگذره رو طراحی بکنن و نشون بدن. عشقشون اینه که بگن ما دیدگاه متفاوتی نسبت به یک عکس، پوستر، لوگو، تصویرسازی داریم. ما دیدگاهمون فرق میکنه و وقتی اینو نشون میدن کیف میکنن و میگن گرافیک شب بیداری داره و اینا. بله شب بیداری هم داره و تو وقتی رشته‌تو دوست داری، خلاقیت داری، کیف میکنی با همه این سختی‌ها و چیزی نیست که بخواید بمیرید. پس ما زنده موندیم، شما هم زنده میمونید. حالا خلاقیت ندارم فاطمه چیکار بکنم؟ عزیزم خلاقیت نداری هم استرس نگیر. ببین خلاقیت یه بخشش درونیه، یه بخش دیگه‌اش به دست میاد. اگر نمونه کارهای خوب قول بدی ببینی، قول بدی کپی نکنی. ببین خلاقیت که نداری ناخودآگاه میری سمت کپی کردن. الهام بگیر، تغییرشون بده چیزهای دیگر رو، یعنی از جای دیگه اینترنت و اینا، ولی کپی نکن. میتونی خلاقیت رو توی مسیر به دست بیاری و حالا با دیدن کارهای دوستات، با دیدن
کارهای دیگه، کلا توی فضای هنرستان بودن و معلمت بهت کمک میکنه خلاقیت تو حدی به دست بیاری. ولی کلا اگر خلاق هم نیستی، تلاش کنی، دوست داشته باشی که نوآور باشی و دیدگاه متفاوتی داشته باشی، تو اینو فقط باید دقت کنی. اگر اینا رو میخوای، مطمئنی از این بابت، بیا تو گرافیک و میتونی موفق بشی. و حالا نکته بعدی، بچه‌ها خیلی 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 توی هنرستان زمان بندی و برنامه‌ریزی مهمه و زمان اصلا نصف ارزش زمان رو من تو زندگیم توی هنرستان یاد گرفتم که چقدر زمان آدم کمه و پروژه ها و خواسته هاتون اصلا همیشه کامل برآورده نمیشه، فقط باید بدوید. اینجوری بگم، پروژه ها که سنگینه نمیتونی هر وقت دلت میخواد بیرون بری، مهمونی بری، یکم باید برنامه ریز بشی، یکم که نه خیلی باید برنامه ریز بشی. اگه برنامه ریز نشی چی میشه؟ بچه‌ها یه پروژه‌ای دارن بهش میگن، در واقع یه امتحانی دارن که جزء اصطلاحات خفن هنری فقط بچهای هنر اینو میدونن، ژوژمان، که توی ژوژمان تمام کارهای عملیتون رو هر ترم، آخر هر ترم تحویل میدید و همه رو ازتون میخوان. و یه چیزی به اسم شب ژوژمان هست که روز قبل از ژوژمانه، شب قبل از برگزاری ژوژمان، که اگر متاسفانه بی برنامه‌ای کرده باشید خیلی بهتون فشار میاد و ممکنه یه سری درس‌ها رو بیافتید که واقعا وحشتناکه. اونم مخصوصا اینکه میبینید توی هنر یه سری هزینه‌ها رو پرداختید، هزینه‌های مالی، و کاراتون با کیفیت نبوده، برنامه‌ریزی نداشتین، یه سری درس‌ها رو افتادین و خدای نکرده شرمنده خودتون، خانواده‌تون هم نشید. پس باید برنامه‌ریز باشید و آدم منظمی باشید توی گرافیک. و اگه اولش بی برنامگی هست و این طبیعیه، ولی راه میافتید کم کم. اگر جدی بگیرید کارتون رو دوست داشته باشین و شل نکنید، میتونید. چیز دیگه که دوست دارم بهتون بگم اینه که انتقاد پذیر باشید. ببینید بچه‌ها، وقتی که وارد گرافیک میشید، مخصوصا بچه‌های سال دهم، این خیلی عادیه، ولی جزء اونا سعی کنید نباشید دیگه. شما اینا رو میدونید. شما هر چقدر که با استعداد باشید و توی خانواده پوزتون رو داده باشن، وقتی میای هنرستان به این فکر میبری که هیچی نیستی، پس غرور، تکبر و منم لطفا کنار بذار. یه عالمه بچه هست که از تو خیلی بهتره و تو هیچ جای هنر نیستی. هنر دنیاش خیلی بزرگه و نباید تکبر و غرور داشته باشی. یه جاهای معلمی چیزایی بهت میگه که بفهمی تو هیچی نیستی و یه سری ایده هاتو قشنگ رد میکنه، چون که لازمه که تو انتقاد پذیر بشی. خب و واقعا همیشه علمشو نداری، اومدی اینجا یاد بگیری، توی فضایی قرار میگیری که تو یاد بگیری و اینجوری بهش نگاه کن و ناراحت نشو، دلت نشکنه. خب پوست کلفت باش. من چند شب مثلا سر یه پروژه زحمت کشیدم، آخرش معلم بهم گفت این چه چرت و پرتیه. حالا اینقدر واضح نگفت، مؤدبانه گفت، ولی من فهمیدم که این خیلی کارم چرت و پرت بوده و یکم ناراحت شدم مسلماً، ولی پذیرفتم و رفتم یه ایده دیگه رو اجرا کردم. اینجوریه فضا. نمیتونی منم کنی. حتی اگه کارت تشویق بشه نباید مغرور بشی، چون یهو میبینی یکی دیگه از تو بهتره. خب یا یه اتفاقی میفته یه جای دیگه میلنگی، هیچ کس بهتر نیست و فضاییه که همه یه سری نکات خوب و همه کلی ضعف دارن. پس اگه قرار آدم مغروری باشی توی این رشته، ناامید میشی عزیزم. اینم بگم من عینکیم، تو این رشته عینکی میشی. خب حالا سوال بعدی که هست، پس اینجا فهمیدیم گرافیک چیه. حالا توی هنرستان چه درسایی رو میخونید برای این رشته؟ بچه‌ها این حرفایی که دارم میزنم در رابطه با هنرستان فنی حرفه‌ایه و خودم فنی حرفه‌ای خوندم و این دروس برای دروس رشته گرافیک در فنی حرفه‌ایه. اول از همه سال دهم و 11ام بهتون بگم که شما توی گرافیک با مبانی گرافیک و با اصول و درسای پایه گرافیک آشنا میشید. همون ابزارهایی که بهتون گفتم. طراحی و عکاسی و سال دهم دارید، خوشنویسی رو دارید، علم مناظر مرئیات دارید که روی اصول پرسپکتیو، ابعاد، حجم‌ها توی طراحی بهتون کمک میکنه و توی درس تصویرسازی سال 12 خیلی به این درس نیاز دارید. حالا ما خیلی دوستش نداشتیم، نادیدش میگرفتیم، ولی لازمه. بهتره که بهش توجه کنید. مبانی رو دارید، مبانی رنگ شناسی، تجمع، پراکندگی، در واقع مبانی هنرهای تجسمی. میتونیم بگیم که الفبا و پایه و یک سری درسای ریشه‌ای گرافیک هستن که خیلی باید توش خوب باشید و دقت و تمرکز شما رو میسنجه و بهش کمک میکنه، باعث میشه خیلی فرد منظم‌تری بشید و جزء درسای خیلی مهم گرافیکه. مثلا توی درس رنگ‌ها و رنگ شناسی شما با احساساتی که هر رنگ میده، رنگای گرم، رنگای سرد و پیامی که به بیننده میده و احساسی که میده آشنا میشید که توی کارهای گرافیکیتون ازش استفاده بکنید. این از این. سال 11ام عکاسی و طراحیتون حرفه‌ای میشه. عکاسیتون خیلی تخصصی تر میشه. عکاسی تبلیغاتی رو دارید که اگر هنرستانتون جزء هنرستانای خوب باشه، امکانات داشته باشه، میرید آتلیه، از فضای آتلیه استفاده میکنید، از فلاش استفاده میکنید، ترکیب بندی توی عکاسی، یه سری عکساتون رو با فتوشاپ و سیستم کامپیوتر در واقع ادیت میزنید.
طراحیتون حرفه‌ای میشه، خیلی خوب میشه، تخصصی میشه. طراحی چهره یاد میگیرید، فیگور انسان، اعضای چهره، اعضای بدن انسان، بنا، در واقع طراحی طبیعت، گل، درخت و از این قبیل چیزها. درس چاپ دستی رو باز دارید که تکنیک های چاپ رو بهتون یاد میدن. دوباره درسیه که خیلی هنر قشنگیه، یکم کثیف‌کاری داره، با رنگ‌های چاپ کار می‌کنید، ولی جزء درساییه که حالا شاید یه سریا به خاطر این کثیف‌کاری خیلی خوششون نیاد. من جزء اون آدما بودم، ولی در نهایت از نتیجهش خیلی لذت می‌برین و جزء چیزاییه که باید بگذرونیدش. سال 12 به اصل گرافیک میرسید، یعنی وارد خود گرافیک میشید. از این لحاظ که دیگه با اون ابزار و اون چیزایی که یاد گرفتید میرید سراغ اتود زدن یا همون طرح زدن توی گرافیک. خیلی چیز مهمیه و کل کار گرافیست همینه. کسی که گرافیک میخونه میاد ایده هاش رو با اتود میکشه، طراحی میکنه و اینجاست که اون علم طراحی باعث میشه شما اتودای خیلی خوب و حرفه‌ای تری بزنید به نسبت کسی که طراحی ضعیفی داشته. اوکی، این از این. و دروسی که یاد میگیرید، طراحی پوستر میکنید، طراحی لوگو میکنید، جلد کتاب رو طراحی میکنید، طراحی صفحه فهرست دارید، درس صفحه آرایی دارید، خط در گرافیک دارید، کارگاه دارید، خیلی چیزا دارید، تصویرسازی دارید که خیلی خیلی درس شیرین و جذابیه و تنها درسیه که دستی هستش توی سال 12 چون که با آبرنگ، با پاستل روغنی، با تکنیک مداد رنگی، اسکرچ بورد با اینا آشنا میشید و اینا دوباره هیچ ربطی به نقاشی و نقاش شدن شما نداره و وسایلی هستن که باعث میشن شما اون تصویرسازی، اون پیامی که توی یک داستان میخواید از طریق تصویر منتقل بکنید و قشنگ و زیبا طراحی و اجرا بکنید. و اینا به این معنی نیست که شما نقاش میشید. مراقب این موضوع هم باشید. خیلی سال جذابی سال 12 پرکار به شدت، ولی اگر جدیش بگیرید خیلی نمونه کارهای خوبی میتونید بزنید. برای بازار کار کم کم آماده میشید، با نرم افزارهای ایده هاتون رو اجرا میکنید مثل ایلوستریتور، ادوبی فتوشاپ. با اینا کار میکنید و خیلی کارتون حرفه‌ای تر میشه و بیشتر وارد فضای گرافیک میشید. ببینید بچه‌ها، فن حرفه‌ای گرافیک به صورت عمیق و تخصصی روی علم گرافیک کار میکنه. یعنی گرافیک رو یه علم میدونه و بچه‌ها رو برای مقاطع دانشگاهی آماده میکنه. دروس هنرستان خیلی‌هاش با دانشگاه مشترکه و به خاطر اینکه هر درس تخصصی یه کتاب هم داره برای خودش، نصف منابع کنکور هنر رو هم بچه‌ها در دست دارن و میخوننشون و امتحان ازشون گرفته میشه. یعنی در کنار اون دروس عملی که توش قوی میشن برای دانشگاه، ولی کنارش دروس کنکور هنر رو هم میخونن. یعنی اصلا درساشون نصف درسای بچهای گرافیک جزء منابع کنکور هنره اصلا و رشته‌های دیگه باید برن اینا رو از جاهای دیگه تهیه کنن، ولی بچهای فنی خودشون اینا رو دارن تو دستشون و خب از این لحاظ خیلی چیز با ارزشیه و بچه‌ها به صورت عمیق باهاشون کار میشه. برای هر اتود، هر ایده‌ای که میزنن باید دلیل بیارن. چرا؟ بر اساس چه علمی اومدی این ایده رو اجرا کردی؟ مثلا از پوستراشون، از کاراشون ایراد گرفته میشه که به سطح بالا و به سطح خوبی توی گرافیک برسن. دبیرای فنی حرفه‌ای دبیرایی هستن که خودشون گرافیک خوندن یا مثلا عکاسی خوندن و با رشته‌های هنر، بعضی از هنرستان‌های کاردانش بچه‌ها اصلا معلمانی نیستن که دروس هنری رو خونده باشن توی دانشگاه و از صنایع و از رشته‌های دیگه میان و تدریس میکنن گرافیک رو مثلا. و اسم گرافیک کاردانش گرافیک رایانه‌ای هستش. صرفاً بچه‌ها با لپتاپ و سیستم میان و یه سری تکنیک‌ها رو اجرا میکنن. عکاسی و طراحی رو هم دارن مثل بچه‌های فنی، ولی خیلی سطحی و ابتدایی باهاشون کار میشه و به حرفه‌ای و تخصصی بودن بچه‌های گرافیک فنی نمیرسه. و کتاب‌هایی که گفتم بچه‌های فنی حرفه‌ای دارن مثل تاریخ هنر، مبانی هنرهای تجسمی، عکاسی، خوشنویسی، اینا رو دارن، اونا رو اصلا ندارن و معمولا یه سری جزوه ها دارن و فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم فقط یه کتاب چیز داشته باشن، یعنی در واقع یه کتاب تخصصی برای کار با رایانه و اینا داشته باشن. و چیز دیگه‌ای که هست، بچه‌های کار و دانش دروس کارگاهیشون بیشتر از بچه‌های فنیه، به خاطر اینکه بیشتر هدفش اینه که بچه‌ها یه سری چیزای کاربردی یاد بگیرن با سیستم و برن توی بازار کار حالا ادامه بدن. ولی به خاطر همینه پس که کتاب‌هاشون هم کتاب‌های کاملی نیست و حالا اون چیزایی هم که بهشون یاد میدن، حتی مثلا من دوستم که خودش اونجا کاردانش میخوند، کاردانش گرافیک میخوند، میگفت که حتی نرم افزارها رو هم اونقدر تخصصی و خوب به ما یاد نمیدن و از هر چیزی یه چیز سطحی یاد میدن. یعنی هم از لحاظ دروس گرافیکی سطحیه، هم از لحاظ اینکه میخوان با سیستم بهشون یاد بدن، هم باز چیزهای ساده یاد میگیرن و خیلی تخصصی بچه‌ها کار نمیکنن. این از این.
و مثلا ایرادایی هم که توی بچه‌های فنی گرفته میشه از کاراشون توی بچه‌های کاردانش نمیگیرن و واقعا یه سری معلم‌ها اصلا میگن خیلی عشقی هر چی میخواد میزنه، یعنی هر ایده‌ای که میده بچه نمیگه که این مشکل گرافیکی داره یا تو علم گرافیک این درست نیست. هر چی که میخواد رو راحت اجرا میکنه و کسی ازش ایرادی نمیگیره، در حالی که فنی حرفه‌ای به هیچ عنوان اینجوری نیست. ببینید بچه‌ها، این که دروس کارگاهی زیادن ممکنه یه سری‌ها رو گول بزنه که یعنی در واقع یه سری‌ها رو اینجوری بگم تشویق کنه که برن کاردانش بخونن. گول بزنه حالا خیلی کلمه خوبی نیست، که برن کاردانش بخونن چون دوست دارن دروس کارگاهیشون بیشتر باشه. خب ولی چرا من پیشنهادم اینه که فنی حرفه‌ای بخونید؟ چون که شما حتی اگر در آیندهتون بخواید وارد کنکور سراسری هنر بشید، یعنی از طریق کنکور سراسری هنر برید و دانشگاهتون رو ادامه بدین، باید در کنار دروس عمومی هنر که میخونید و تست میزنید یه آزمون عملی هنر بدید که بتونید وارد دانشگاه بشید برای کنکورتون. و اون آزمون عملی هنر چیزی نیست جز مهارت‌های دستی و طراحی شما که شما رو میسنجه از لحاظ طراحی، از لحاظ تصویرسازی و قدرت دستتون. این خودش خیلی تاثیر داره دیگه اگه بخوای کنکور بدی. و بچه‌های فنی چون که سال 10 سال 11 تخصصی اصلا عمیق همش باشون کار میشه، طراحی خیلی قوی ترن. حتی اونایی که استعداد ندارن هم توی این رشته تقویت میشن، طراحیشون خیلی خوب میشه به نسبت کسی که اصلا کار نکرده و دبیری بالا سرش نبوده. و خب این دوباره یه ضعفه که بچه‌های کاردانش باید برن هزینه کنن و توی کلاس‌های آزاد طراحی رو یاد بگیرن. ببینید رایج‌ترین روشی که هنرستانی‌ها وارد دانشگاه میشن به این صورت هستش که میان با معدل کل دیپلمی که اخذ میکنن از هنرستان سال 10 11 و 12 جمع میشه معدل کل دیپلم. اگر معدل خوبی بشه یعنی 18 19 20 ولی ترجیحاً بین 19 و 20 معدلای بالایی بتونید به دست بیارید، خوب درساتون رو جدی بگیرید، میتونید وارد دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای دولتی کشور بشید که مورد تایید هستن، رایگان هستن و هیچ نیازی به آزمون ندارن. رایگان منظورم اینه که دولتی ان. البته باز بستگی داره شبانه در روزانه در ولی در کل هزینه هم بگن هزینه خیلی کمی میگیرن برای دوره‌های شبانه. دوره‌های روزانه که اصلا هزینه‌ای نمیگیرن. خب و میتونید بدون کنکور بدون هیچ آزمونی فقط با معدل بالا وارد سایت سازمان سنجش میشید، معدل بالاتون رو وارد میکنید و با توجه به ظرفیتتون مثلا دانشگاه‌های خیلی خوبی میتونید قبول بشید. حالا دانشگاه‌ها هم با سطح دارن، دانشگاه‌های فنی، ولی مثلا دانشگاه فنی شریعتی تهران، ولیعصر تهران، دانشگاه مثلا مشهد، تبریز، دانشگاه‌های کرج، دانشگاه‌های خیلی خوبی هستن که اگر بتونید از این طریق وارد بشید واقعا عالیه. و خب خیلی از کسایی که من میشناسم هم از این طریق تونستن برن و ادامه تحصیل کنن. حالا چه جوری هستش ادامه تحصیل؟ از این روش رو بذارید بگم که چگونه است. خب ببینید وقتی که شما در اومد ان شاء الله برای دانشگاه فنی 2 سال کلا 4 ساله خب تحصیلتون، اگر اشتباه نکنم یا 4 ساله یا 5 ساله، ولی فکر میکنم کل تحصیل گرافیک 4 سال باشه. اینو سرچ کنید، نمیخوام اطلاع غلطی بهتون بدم. 2 سال اولی که وارد دانشگاه میشید شما لیسانس نیست تحصیلتون. یعنی چی؟ یعنی لیسانس رو نمیخونی، یعنی 2 سال اول تو فوق دیپلم میخونی. فوق دیپلم گرافیک باید بخونی توی این روشی که میگم. فوق دیپلم گرافیک تو که گرفتی باز دوباره اینجا بعد معدل خوبی کسب کنی از این 2 سال. وقتی اینجا یه معدل خوبی کسب کردی میتونی به 2 سال دیگه لیسانس تو حالا ادامه بدی. یعنی تو این 4 سال 2 سال اول فوق دیپلم، 2 سال دوم لیسانس تو میخونی. خب یعنی کل لیسانس 2 ساله. و چون که اینجا یه وقفه‌ای به وجود اومده، یعنی اول 2 سال کاردان 2 سال فوق دیپلم خوندی، بعد میخوای حالا بری لیسانس تو بخونی، بهش میگن کارشناسی ناپیوسته. خب حالا خیلی گیجتون نکنم، فقط بدونید که روشش اینجوریه. دوم ادامه تحصیل. روش دوم از طریق کنکور سراسریه که دیگه فرقی نداره چه کاردانش باشید، چه فنی باشید، چه تجربی نظری، هر چیزی که باشید کنکور سراسری هنر رو میدید. دسته دروس تئوری هنر هست، کتاباشو میخونید. فکر میکنم 32 تا کتاب اگه اشتباه نکنم، دقیق نمیدونم، همین حدودا باید باشه. امتحانات نهایی کشوری که هر سال برگزار میشه رو شرکت میکنید و یه آزمون عملی هنر هم باید بدید که گفتم یه سری مهارت‌های طراحی و فکر میکنم یه تصویرسازی بهتون میدن که انجام بدید. میتونید راجبش بخونید و دیگه حالا با توجه به رتبه خوبتون میتونید وارد دانشگاهی که دوست دارید بشید. اینم از ادامه تحصیل توی گرافیک. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. هر سوالی که داشتین حتما توی کامنت ها ازم بپرسین، قول میدم که به تک تکشون جواب بدم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که اونو لایک بکنید. اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید منو و برای کسی که به این ویدیو نیاز داره اونو ارسال بکنید. خدا نگهدار.